دانشکده عالی اگروپداگوژی تاجیک که حالا با عنوان دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی معروف است، نخستین مکتب عالی در جمهوری تاجیکستان محسوب یافته در رشد شبکه مکتب‌های 7 ساله، میانه و آموزشگاه‌های و تکنیکوم‌ها و قسمی از مکتب‌های عالی جمهوری نقش مؤثر دارد. دانشگاه در اساس قرار کمیته راهبری مؤسسه‌های علمی و تعلیمی کمیته اجرایی مرکزی حزب کمونیستی اتحاد شوروی در تاریخ 18 ایول سال 1931 در زمینه شعبه‌های تاریخ و اقتصادیات و ادبیات و زبانشناسی فاکولته پداگوژی دانشگاه دولتی آسیای میانه همچون انستیتوت عالی اگروپداگوژی تأسیس یافته است. هیئت اولیه دانشگاه 195 نفر دانشجو و 29 نفر آموزگار از جمله 4 پروفسور، 8 داتسنت و 16 اسیستنت را تشکیل می‌داد. سال اول تحصیل موافق معلومات رسمی کافدرهای علم‌های تاریخی، اقتصادی، متدولوژی، زبان و ادبیات تاجیک، زبان و ادبیات ازبک، زبان و ادبیات روس، زبان و ادبیات اروپای غربی، کافدرهای فن‌های دقیق، فن‌های پلی‌تکنیکی و پداگوژیکا گشوده گردیده‌اند. مطابق قرار شورای عالی جمهوری تاجیکستان از 8 مارس سال 1939 به آن نام ارباب ادبیات تراس گریگورویچ شفچنکو گذاشته شد. برای خدمت‌هایش در تیار نمودن متخصصان آموزگاری طبق قرار شورای عالی اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی از 16 دکبر سال 1981 انستیتوت با اردن دوستی خلق‌ها مکافاتانیده شده است. در اساس قرار شورای عالی جمهوری تاجیکستان از 3 سپتامبر سال 1991 تحت رقم 316 نام انستیتوت تغییر یافته به آن نام عالم و آموزگار شناخته تاجیک قندیل جورایف داده شد. مطابق قرار شورای عالی جمهوری تاجیکستان از 19 آگوست سال 1992 تحت رقم 73 انستیتوت دولتی آموزگاری دوشنبه به نام قندیل جورایف به دانشکده دولتی آموزگاری دوشنبه به نام قندیل جورایف تبدیل داده شد. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 ژانویه سال 1997 تحت رقم 5 به دانشکده دولتی آموزگاری دوشنبه به نام قندیل جورایف نام دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام قندیل جورایف را دادند. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 اپریل سال 2007 تحت رقم 192 در نام دانشگاه تغییرات درآورده شد. آن نام دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی را گرفت. در طول فعالیت این درگاه معرفت را زیاده از 100,000 نفر متخصصان ساحه معارف ختم کردند. دستپروران دانشگاه امروز در ساحه‌های گوناگون حیات مملکت و بیرون از آن فعالیت دارند.